اگر میخواستم خدمات میکرو انجام بدم به چه نکات مهمی توجه میکردم؟ من به شما و ریبانوی عزیزم میگم که به چه نکاتی توجه کنید. نکته اول این که پیگمنتر براتون طراحی موقت انجام بده و قرینه سازی ابروتون رو ببینید که طبق سلیقه خودتون براتون خدمات انجام بشه. نکته دوم این که از پک یک بار مصرف براتون استفاده بشه، چون بهداشت کار حرف اول رو میزنه. نکته سوم این که از بهترین متریال براتون استفاده بکنیم و از بهترین رنگ ها که پس از مدتی تغییر رنگ نده و رو به قرمزی نره. نکته آخر این که هیچ جای نگرانی نیست و ما تمام این نکات مهم رو براتون انجام میدیم. یک سبک نچرال، یک تغییر نامحسوس بین خودم و خود. فرشته حمیدی هستم، مربی رسمی سازمان فنی حرفه‌ای کشور در لاین آرایش دائم و ریموو تخصصی.